صبرو اکا جان یارو در حق شما ماجرا روان کردگن در حقشان دعا میکرده خدا گذشتهشون طریق رحمت شایسته جنتون تو خدا خیرون دو خیلی کردگیشون بادر آمین هزار رحمت اکا جان قسم خراب بسه عمرشان دراز شود شما هم همین وقت آمدیتون شما بایم کلون رحمت خواهر جان خدای برکه یابتون رحمت همچه مادر دعاگوی هموناییم که همه وقت کجایم باشن ساق و سلامت باشن مسافریاشان گفتی گپا دوامش بیان در تاجیکستان به خورسندی ها و سری بلند در پیش فرزند و مادراشان زندگی کنن خدا جان همه وقت ساق و سلامت باشن. عزیز این امتحان است، الله امتحان میکنه و به خاطر در راه الله هیچ وقت بخیلی نکنید. حق فقرا این زکات از فرض الله به جا بیارید. الله در مالشون و در خانهشون و در عمرشون برکت میده. ولی اگر ندادید یک مدتی ماشین قیمت قطعی میگردی، یک مدتی ماشین خانه قیمت ده ویل ده زندگی میکنی، یک مدتی اما میاره الله بالا یک مشکلی میاره که دیگه میلیون ها را میتی بدن. اللهم استجایتسın Allah'ım gayipten doldurıp koysun yaratgı موضوع خوبا تا عمرimiz ahırı geçemez ihsatı genlerde Allah'ım perverdigari gen namazlarımızda dua kılamız kınamızda canımız mübarek eşki Allah'ım meşelerde namazlarımızda dua kılıp otarız Allah'ım şükürlerini asal hazretlerine yerge ihsanlarını Allah'tan kahıda kabul eylesin. İki dünya saadetiga ega qilsin ilohim topganlar haj haramlarga yaxshi kunlarga ikki dunyo saodatiga ega bo'lishlikka nasib ro'zaylar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله درگاه قبول eylesin. رحمت رقی غریب بچه ها همیشه دعاگو باشن. رحمت هزار رحمت الهی پروردگار دولتشان خدا جان عزیز زیاد کنه خدا عمر کاشانه دراز کنه پروردگار پدر مادرشان رحمت کنه حاجی بیوی السلام علیکم مردم و خواهران گرامی خوب هستین سلامت هستین ان شاء الله الله حفظتون کنه. مردم و خواهران گرامی این هفته 50 اویله رودکی یعنی لنسکی رایون کمک کردیم. الله اثر یک برادر و خواهری که در همین اقدام پهلوی ما از دستگیری میکند کمک میکند راضی باشد. مردم و خواهرانی که میخواهند در همین اقدام با ما باشند کمک کنند ما نمره کارت را همینجا میگذارم. بسم الله کی چه قدر میتونه 100 روبل 500 روبل 1000 روبل قدرت بتوانید در همین اقدام با ما باشید و ما میخوایم در همین ماه شریف رمضان زیادی مردمی که احتیاج به کمک پروداکت دارن کمک رسانیم ان شاء الله. بارک الله فیکم. به طرف نباشین دستگیری کنین. سلام علیکم و رحمت الله. 5 تا یتیم داره نه خدا جان؟ خدا جان اینا مهاجرا برای شما روان کردگیان در حقشان دعا کنین خدا جان. پروردگار کریم هر کسی خیر کنه خیرات به درگاهش قبول آمین. خداوند کریم تن جانشون عوض سلامتی نصیب کنه تن جانشون صحت کنه پاک پروردگار کریم خیری که به درگاهش قبول بگرده که در فیض برکت در کسب و کاراشون بتی خدای خداوند کریم ما را عزت حرمت کده خدای عزت حرمت شو پروردگار به همین مناسب همه خدا به همین خیراتون قبول کنه یا خداوند گماشها آخر پس خداوند خدا پروردگار یکی دادگیشون 1000 گردونه الهی نم پروردگار به چی نیتی دادیم مرادشون حاصل کرده پروردگار 18000 یالا به دست خالی رفتیم به دست پر بیایم پروردگار الهی نکن برکت در کارشون رحمت. چند فرزند داره نپا جان؟ 4 تا. شوهر داره نپا جان؟ این مردگیه. یه شوهر تو. 7 سال شده رسید مردش. 7 سال شوهر تو مردگی درستی آوردن رسید مردش. اکا جان این خیرا را مهاجر روان کردن برای شما در حقشان دعا میکردین؟ دعا میکنیم که خداوند خیرشون در درگاهش قبول کنه و پروردگارم برای کارشون تیا خداوند هم شما نگهبان شوند. شما 2 نفر زندگی میکنین نه؟ دیگه هم کس ندارین؟ دو کسی خدان تا زندگی میکنین؟ اپا جان این مهاجرا و دست به خیرا روان کردن شما در حقشان دعا کنین دعای خوب کنین بالا دعا کنین خیرش و درگاهش قبول کنین خدا هم هیچ کنه دارن فقط شما تا زندگی میکنن رحمت سلامت باشین. بسم الله الرحمن
جزاك الله خيرا كثيرا كثيرا لا اله الا انت تمنحني كل من الظالمين سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله اكبر خدا خدا خير كذلك وبدا اسكو خدمت على خير خوش كذلك خدا يوم مش مشكله ما نحسن اسكو خدمت على مرمون خدا خدا هر ده كان مشكله ده مشكله اصلا الله محمد من خیالت نگرنید که عاقل هستین میفهمین از مالی که دارین در راه خدا صدقه کنید حق فقرا را جدا کنید حق فقیر را جدا که الله در مالت برکت میده دوستان عزیز اسلام آمد تا جامعه را زنده کنه بیدار کنه اسلام دین عطوفت است محبت است دوستی است برادری است همدیگر فهمی است ما مسلمانان باید راه و روش رسول الله بگیریم بخصوص در رمضان رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه شریف رمضان به مانند باد وزان صحابه در حدیث صحیح آمده است این حدیث صحیح است من از خودم گپ نمیزنم حدیث صحیح است پیامبر مثل باد وزان خیرش به مردم میرسید ما چی شده است امروز وقتی که یک بیمار یک کسلی را در سبق‌های مجازی میمونن در کامنتاری مردم میبینی گپای قبیح میگن ای دوستی عزیز میتونی کمک کن نمیتونی نگو سخن قبیح مردم نیاز دارن به کمک میتونی بکو کمک کن نمیتونی نگو سخن قبیح نگو